صبح بخیر. شما باید تو رب باشید. من خواهر ربکا هستم. فقط میخوام 3 قانون ساده رو به شما یادآوری کنم قبل از اینکه ما راه بیفتیم. ما اومدم فقط یه دختر رو ببرم. هر جا اون بره منم باهاشم. این قانون اوله. قانون دوم، هرچی با دنیای بیرون تماس کمتری داشته باشه بهتره. شما باید از اون در برابر خطرات جانبی مواظبت کنید. این شامل احساس کردن، دیدن و شنیدنم میشه. بیرون از اینجا دنیای بیرحمیه. میدونم، برای همین ما اینجا زندگی میکنیم. خب خواهر، قانون سوم چیه؟ بد دهنی نمی کنید. تونستیم به توافق برسیم؟ حالا شما به اولین و آخرین قانون من گوش کنین. عصبانیم نکنی، وگرنه وسط یه ناکجا آباد ولتون میکنم به امون خدا. اون وقت واسه برگشتن به اینجا و دنیای پر امنیتتون باز خیلی چیزا اخ کنین. معلومه که آدم مؤدبی نیستی. حالا کجاش دیدی؟ اسم فیلم بابل پس از میلاد. دیگه نمیخواد دنبال اسم فیلم بگردی چون سینما برتر رو فالو کردی.